یک زن هست که با ما همکاری میکنیم، در جای کار در این رسیه کار و فعالیت میکنیم. از شوهرشون جدا شدگی، جوابشون دادگی، دو تا فرزند دارن. تقریبا 8-10 ساله دو تا فرزند. عقیقه‌شون کرگی نه وقتش با. بازی همین عقیقه همین کودک‌ها در مادرش باید کند یا که پدرش؟ مادرش میتوند؟ شرایطی کردن عقیقه دارند همین زن. اصلا سوالمون همین. وعلى المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. اصلا مسئله تأمین طعام و تأمین لباس و تأمین تربیه هم وظیفه اولین درجه پدر است. در صورتی نکردن پدر و علی الوارث مثل ذلك، الله تعالی مود که آدمی که همین کودک آینده وارث میشد، میراثش میخورد، رفت و همین کودک آینده مرد شد و به وقت از دنیا گذشت مثلا، که ها میراث خوری همین بچه هست. و علی الوارث مثل ذلك، در صورتی نبودن پدر میراث خوری همین بچه همین وظیفه های اجرا میکند. یعنی مادرش هم میراث خور است. مادر در تمام احوال از فرزندش میراث میگیرد. ها پدر داشته باشد، ها فرزند، 100 تا فرزند داشته باشد، مادر میراث میگیرد در بچهش. مادر وارث است. و علی الوارث مثل ذلك، یعنی وارث هم آدمی که میراث میخورد همین وظیفه های میگیرد. یعنی شریعت ببینید، الغنم مع الغرم، غنیمت همراهی جریمش است. آن آدمی که غنیمت برداشت میکند جریمش هم برداشت میکند. یعنی آن آدمی که اگر خلاصه کرده گوییم پیلوسش میگرفتگی آدم، مینوسش بیم همراه. مینوسش چی؟ این کودک تربیه کردن در کار، یعنی ضرری شما و وظیفه عهده‌داری، طعام میدید، لباس میدید. پیلوسش چی؟ اگر رفت این روز پولدار شد و وفات کند میراثش میخورید. یعنی همش شریعت به اندازه کردگی هست. یعنی گفته نمیشه شاید کودک بر وقت از دنیا گذره، خواه شاید مادر از دنیا گذره، لیکن این تقسیماتی عادلانه شریعت هست. بنابراین بر ذمه مادر بعضی کارهایی که برای پدر واجب بود و پدر نکرد، یا پدر نکرد، عمک ها، بابا اگر زنده باشد باید کند، و در صورتی نکردنی آنها مادر اگر شرایط داشته باشد کند، خوب است، هیچ گپی ندارد، اگرچه برایش حتمی نباشد.